طی سالهای گذشته من بسیار پیغام دریافت کردم در ارتباط با اینکه چرا راجع به مسائل پناهنده ها، مخصوصا پناهنده هایی که از طریق کشور اندونزی به صورت قاچاقی و با پاسپورت های جعلی همراه با خانواده هاشون وارد کشور استرالیا میشن و اصلا موقعیت این افراد به چه صورت هست، چرا هیچ وقت صحبتی نمیشه یا تو به عنوان کسی که در هر حال سال هاست با پناهنده ها به عنوان مترجم کار میکنی، چرا هیچ وقت حرفی در این ارتباط نزدی؟ من نمیتونم الان برم سر اصل مطلب، به خاطر اینکه من احتیاج دارم که به شما یک سری بک‌گراند بدم، به شما یک سری پیشینه بدم در ارتباط با موقعیت و فضایی که در ارتباط با این موضوع وجود داره و پناهنده هایی که به صورت کاملا غیر قانونی از طریق دریا وارد کشور استرالیا شدن و بعد اونها رو در ابتدا در کمپ های استرالیا نگه می داشتن، ولی انقدر تعداد این افراد زیاد شد و افرادی که به واقع 95% جزو پناهنده های واقعی محسوب نمیشن و نمیشدند وارد خاک استرالیا شدند. دقیقا یادم میاد که از شروع جنبش سبز یا گرین موومنت در حقیقت وقتی که در ایران اتفاق افتاد و بعد منجر به مرگ هزاران هزار افراد بیگناه شد، سال فارسیش رو یادم نمیاد ولی یادمه که دقیقا از شروع سال میلادیش میشه از شروع سالهای 2009 تا ابتدای شروع سال 2013 سیر بسیار زیادی از پناهنده هایی از کشورهای ایران در صدر بود و بعد پاکستان، هندوستان، افغانستان از طریق آبهای در هر حال اندونزی وارد خاک و یا مرز آبی کشور استرالیا می شدن، دستگیر می شدن و پس از اون به کمپ هایی مثل کریسمس آیلند، داروین یا کمپ های دیگه‌ای که در ارتباط با سکان دادن و اسکان در هر حال این افراد بود رو منتقل میکردن که پس از چند ماهی شروع شد و اونها رو به دورترین دو جزیره که دورترین جزایر دنیا هستش از نظر جغرافیایی و بسیار وضعیت وحشتناکی دارند این جزایر به نام منس که در کشور گینه نو یا پاپا نیوگینی وجود داره. موقعیت کشور پاپا نیوگینی یا جزیره پاپا نیوگینی یا گینه نو موقعیت بسیار بسیار خطرناکی هست، نه تنها فقط برای پناهنده ها بلکه برای بسیاری از انسان ها، به خاطر اینکه این جزیره خیلی معروفه یا این کشور خیلی معروفه به کشور آدمخورها، به خاطر اینکه قبایل آدمخوری در اون کشور هنوز زیست میکنن و وجود دارند متاسفانه. و بعد اومدن خانواده ها رو جدا کردند از افراد مجرد، یعنی مردان مجرد، و جزیره منس فقط شد اون کمپ ها برای مردان مجرد و خانواده ها رو فرستادن به جزایر نارو در یک جزیره دیگه که این دوتا اصلا کاملا فاصله دارن. یعنی شما اگر روی نقشه هم نگاه بکنید دو جزیره کاملا دو کشور متفاوت در دو جزیره متفاوت هستن که اصلا ربطی به کشور استرالیا نداره و اون زمان بسیار زیاد راجع به خطایی که دولت استرالیا در ارتباط با وضعیت پناهنده ها رو مرتکب شد در رسانه های بین المللی بسیار بازتاب های فراوانی داشت. اما من این فلشبک باید بزنم در ارتباط با اینکه اصلا افرادی مثل من چجوری جذب و چجوری شروع به کار کردن به عنوان مترجم. در طی اون سالها به علت اینکه بسیار زیاد، یعنی هفته‌ای چندین تا قایق یا در روز چندین تا قایق وارد کشور استرالیا می شدن از طریق آب، خب و بسیاری از این افراد 99% از این آدم ها نمیتونستن انگلیسی صحبت بکنند. دولت استرالیا و اداره مهاجرت شروع به تبلیغ کرد در ارتباط با اینکه هر کسی که میتونه فارسی و انگلیسی، من راجع به ایرانی‌ها صحبت میکنم و افغانستانی ها، چون افغانستانی ها در هر حال دیالوگ های مختلف دارن. مثلا من دری رو شاید تا حدودی متوجه میشم ولی مثلا هزاره رو اصلا نمیفهمم و مترجمان خاص خودشون رو داشتن.
شروع به تبلیغ کرد و گفتش که خب کسانی که میخواین به این افراد کمک بکنیم ما با شما قرارداد میبندیم، احتیاج به امتحانی هم نیست و میتونین برین شروع بکنین. من اون زمان خب فقط اینها رو به عنوان یک بیننده عادی که در کشور استرالیا داره زندگی میکنه، یک شهروند عادی میشنیدم. داستان از جایی شروع شد و همکاری من با اداره مهاجرت و افرادی مثل من که من فکر کنم تعدادمون 100 نفرم نبود در کل کشور استرالیا و یعنی این قاره، در بین 25-6 میلیون جمعیتی که وجود داشت، که جدی‌تر به این موضوع دقت کردیم و بررسی کردیم. ما متوجه شدیم بسیاری از افرادی که دارن به ایرانی‌ها کمک میکنند مترجمان بسیار بدی هستند و به درستی این کار رو انجام نمیدن و بعد ساخت و پاخت دارن با این افراد، یعنی با پناهنده ها. من هیچ تصوری از افرادی که من و بسیاری از ما هیچ تصوری از افراد و پناهنده هایی که با قایق به صورت غیر قانونی وارد می شدن نداشتیم. فکر می کردیم، یعنی من تصورم این بود که خب این افراد قطعا افرادی هستن که شاید در جنبش سبز جونشون در خطر بوده، فیلمی ازشون منتشر شده، یا افراد سیاسی هستن. یعنی تصور من این گونه بود و تصور بسیاری از ما و تصور دولت استرالیا. پس از اینکه متوجه شدن افرادی بسیار غیر متخصص به صورت غیر تخصصی دارن کارهای ترجمه رو انجام میدن، اومدن و قانون رو عوض کردن و گفتن که شما باید امتحانی رو بدید که از طریق مؤسسه ناتی که مؤسسه بسیار درجه یکی هست، شما باید بشین سر امتحانات و باید شما قادر به این باشین که در اون آزمون به صورت همزمان، یعنی simultaneously، بتونید ترجمه ها رو انجام بدین. یعنی مثلا من به عنوان مترجم فارسی انگلیسی دارم به یک پناهنده یا غیر پناهنده کمک میکنم، باید بتونم همزمان هم انگلیسی صحبت کنم هم فارسی. یک کتاب به این قدر رو ما بعد میخوندیم که میشستیم برای لیول های مختلف امتحان بدیم، چون یک لیول داشت پروفشنال، یک لیول داشت پروفشنال که خب در هر حال لیول 2 بود و لیول 3 2 و 3 و امتحان دادم و قبول شدم. و به محض اینکه قبول شدم 2-3 تا مؤسسه وجود داشت که مهمترین اونها تیس که در حال زیر مجموعه اداره ایمیگریشن بود، در هر حال من قرارداد بستم. اما هیچ تصوری من و امثال ما راجع به این که قراره کجاها کار بکنیم نداشتیم. من یادم میاد که سال 2014 بود و اولین پس از اینکه قرارداد رو بستم، اولین اسایمنتی که داشتم باید میرفتم و در زندان کار میکردم. حالا تصور من تا اون موقع این بود که خب چرا زندان؟ تصور من این بود که خب پناهنده هایی که وارد اینجا میشن در شهر هستن یا در هر حال اطلاعات ناقص و کمی من داشتم. به 1 ماه نرسید که در اون زمان شروع کردند، حالا منی که اون موقع قرارداد بستم، اعزام کردن پناهنده ها رو به محض اینکه وارد استرالیا می شدند به خارج از استرالیا و کسانی که مثلا در کمپ های کریسمس آیلند زندگی می کردند، چون اول اصلا این پناهنده ها رو به اون جزایر نمی فرستادن. یعنی اول با قایق وارد آبهای استرالیا می شدن، دستگیر می شدن از طریق ناو دریایی یا از طریق افسران دریایی و بعد اونا رو منتقل میکنن به اون جزیره کریسمس آیلند. یعنی جزیره‌ای که وارد میشدن در پناهنده ها با قایق ها جزیره کریسمس بود و بعد اونا رو تقسیم بندی میکردن، حالا نسبت به شرایطشون، نسبت به اینکه مجردن، خانواده هستن، کیساشون به چه صورت هستش. من یادم میاد که بسیار صحنه‌های وحشتناکی رو در اخبار می‌دیدم، مثل اینکه بسیاری از این هزار پناهنده در طی این مسیر در دریا غرق شدند، دچار یعنی خوراک کوسه ها شدند و خیلی وحشتناک بود. من می‌دیدم که فله‌ای در قبرستان پاراماتا این افراد رو دفن می‌کنن و دنبال مردشور و دنبال کسی که بلد باشه در حال این رسم ایرانی یا این مراسم فارسی یا عربی یا حالا هندی یا پاکستانی رو انجام بده. این دقیقا مصادف شده بود با اولین پیشنهاد کاری من برای رفتن به اون جزایر و همزمان هم، یعنی از 1 سال قبلترش یا 2 سال قبلترش هم میدونم که
در حال این افراد رو منتقل کرده بودن به اون جزایر و هیچ گونه امکانات ابتدایی برای این افراد وجود نداشت و سالیان سال آنها در کمپ هایی که درست شده بود زندگی میکردند، یعنی بیشترشون در چادر زندگی میکردند. یعنی جزیره منس یک جزیره یا مانوس، اون چیزی که حالا خودتون با اون لهجه شاید آشناییت بیشتر داشته باشین، اینگونه بود که کاملا پایگاه نظامی بود. حالا در تصاویر و عکسایی که من این بغل میذارم میتونید ببینید یا خودتون میتونید با یک سرچ در گوگل راحت به این منابع دستیابی داشته باشید. من یادمه وقتی که اولین پیشنهاد همکاری در ارتباط با آفشور دیپلویمنت، یعنی رفتن در خارج از استرالیا یا کشور اصلی کار کردن رو دریافت کردم، در همون ابتدا از ما تعهدی گرفته میشد که راجع به مسائل پناهنده ها شما تحت هیچ شرایطی اجازه گفتگو با هیچ رسانه فارسی زبان یا بین المللی رو ندارین، به خاطر اینکه هیچ نمیخواستند آدم ها و دنیا مطلع بشه که چه بلایی سر این افراد دارن میارند. و یادمه که من خب قرارداد بستم و گفتم که خیلی خوب میرم و بسیارم پول خوبی میدادن، بسیار پول خوبی میدادن و بسیارم کار سختی رو ما اونجا داشتیم. یعنی اینکه شما زندگی رو تجربه میکردین با افرادی که در هیچ فیلمی ندیدید، در هیچ داکیومنتری، حتی خبرگزاری ها که می اومدن اصلا اجازه ورود به اون جزیره رو نشون نمیدادند. برخورد داشتید. من یادمه که حالا بیشتر راجع به این داستان صحبت میکنم، آدم ها رو خودشون بنزین میریختند و خودسوزی میکردند و بعد ما باید به خانواده این افراد خبر میدادیم. من یادمه یک فرد ایرانی نفت پیدا کرده بود یا بنزین پیدا کرده بود، یادم نمیاد، روی خودش ریخت و مثلا در دومتری ما خود سوزی کرد. یا تیراندازی که یعنی پناهنده های ایرانی درگیری که با لوکال ها، یعنی با اون افرادی که در اون جزیره زندگی میکردن داشتن، منجر به کشت و کشتار شد. کمپی که این افراد در جزیره منس بودن، یعنی پناهنده ها بودن، دقیقاً چسبیده بود به جایی که ما در اون جزیره زندگی می کردیم و حالا خیلی میگم مجتمع های بلوک های بسیار حالت میلیتری، حالت سربازخونه رو برای ما در حال درست کرده بودن، یعنی برای مترجم ها. قضیه هم اینطوری بود که به علت حساس بودن شرایطی که ما به عنوان مترجم داشتیم، ما رو با هواپیماهای مخصوص وارد اون جزیره میکردن. یعنی چگونه بود؟ این بود که من اون زمان در ملبورن زندگی میکردم و اولین دیپلویمنتی که رفتم برای رفتن به جزیره منس اینگونه بود که من باید پرواز میکردم به یکی دیگه از شهرهای استرالیا، بریزبین. از بریزبین بعد میرفتم کینز، از کینز بعد اونجا میموندم و با پرواز ایر نیوگینی، فکر کنم حالا سالها ازش میگذره، در یک پرواز بسیار امنیتی که خیلی وحشتناک بود، اصلا موقعیت حتی هواپیماها بسیار تقلق بود، وحشتناک بود. ما رو سوار میکردن و ما از کشور استرالیا پرواز میکردیم به کشور گینه نو، پاپا نیو گینی. از اونجا وارد پرواز میکردیم میرفتیم به جزیره لی. از جزیره لی ما یه پرواز دیگه داشتیم و وارد جایی میشدیم به نام جزیره منس. و جزیره منس تصور بکنید که اگر سریال مثل سریال لاست شما فقط یک جا فرود میایید، نه فرودگاهی وجود داره، نه در و پیکری وجود داره، نه مثلا سیستم امنیتی وجود داره، شما طلب میافتادیم وسط یک جنگل. یعنی من یادمه که با این مترجم عرب که اونجا بودم میگفتم که خب یعنی چی الان ما رسیدیم، یعنی من پیاده شیم. و بسیار بسیار کشور خطرناکیه. یعنی اینکه هر کدوم از ماها یا اون گروهی که ما به عنوان مترجمین وارد میشدیم، حالا 2 نفر بود 3 نفر بود، بس به پروازی بود که ما وارد میشدیم،
به اون کشور، به اون جزیره ها، به اون جزیره، ما هر کدوممون 4 تا سکیوریتی داشتیم. یعنی 4 تا آدمی بودن که از ما محافظت میکردن، یعنی میچسبوندن خودشون رو، ما رو احاطه میکردن که ما رو ندزدند. چون همونجوری که گفتم قبایل آدمخوری در کشور در کشور گینه نو بسیار بسیار زیاد بود. حتی ما در پای تخت اون کشور وقتی که مثلا بعد یه شب میمونیم یا 2 شب میمونیم که بتونیم پرواز بکنیم بریم به سمت جزیره منس، توی هتل، یا حالا هتلی که نبود، یعنی اقامتگاهی که ما بودیم، جلوی تمام شیشه های جایی که مونده بودیم یا حالا اون هتل بارهای حفاظهای کلفت انقدی گذاشته بودن و جوش داده بودن که لوکال ها حمله نکنن به ما و خیلی فضای غیر عادی بود. یعنی میگم همه اینها شما با یک سرچ ساده میتونید ببینید. و یکی از چیزهای بسیار وحشتناکی که وجود داشت و شما باهاش برخورد میکردین، نوعی بود که آدم ها به شما نگاه میکردن با دندونهای بسیار قرمز و دهانهای قرمز که انگار مثلا یک کاسه خون رو سر کشیده بودن. و بعد من متوجه شدم اینها باتل نات که چیزهایی هستش که از درخت میکندن و میخوردند و میکشیدن به دندونهاشون که هایشون بکنه، یا حال نمیدونم از فضای عادی، از روح و روان عادی ببرتشون بیرون و در حال های بشن. و اکثرا این گونه بودن. و ما وقتی وارد فرودگاه می شدیم اصلا انگار یک آدم هایی از یک کره دیگه وارد اون کشور شدن، چون کشور توریستی یا جزیره توریستی نیست اونجا. من یادم روز اولی که وارد اونجا شدم متوجه شدم که خب خیلی فضا امنیتی هست. هر کدوم از ماها در حال چیزهایی رو باید حمله می‌کردیم که اگر لوکال ها، یعنی افراد محلی، به ما حمله می‌کردن بتونیم از خودمون دفاع بکنیم و حق خروج و خارج شدن از اقامتگاهمون بدون اطلاع دادن بدون اطلاع دادن در ارتباط با اینکه مثلا من باید برم تا دستشویی، حالا اگر دستشویی داشتیم، یا سالن غذاخوری یا مثلا جاهای اونطوری رو اکثر مواقع نداشتیم به خاطر فضای امنیتی اونجا. قطعا باید مامورین سکیوریتی می اومدن و مامورین امنیتی ما رو سکورت میکردن که ما برسیم به اونجا. اتفاقی که افتاد این بود که خب من با یک قشر چند هزار نفره آدم روبرو شده بودم که در عمرم تا اون سالهای ابتدایی زندگی وقت در ایران زندگی میکردم یا بعد از اون اصلا مواجه نشده بودم. و اونجا شروع فهمیدن این بود که دقیقاً این پناهنده ها چه کسانی هستند و با چه پیشینه‌ای وارد شدند. و تعهدی هم که ما داشتیم راجع به اون قراردادی که با اداره مهاجرت داشتیم، اگر کوچکترین صحبتی می کردیم در ارتباط با موضوع پناهنده ها، بین 3 تا 5 سال زندانی در نظر گرفته می شد برای ما. اما یادم میاد که چند پناهنده پس از اولین دیپلویمنتشون به کشورهای نارو و گینه نو در مدیا صحبت کردن و منجر به اخراج شدن اونها برای همیشه و از دست دادن کارشون به عنوان مترجم بود. و بسیاری اما تعداد زیادی از سکیوریتی گارد ها، یادم اون موقع ویلسون بود و حالا قبلش هم یادم سپکترم یا همچین چیزی بود، یادم نمیاد دقیقاً، اونها هم نشستن که استرالیایی بودن، اونها هم نشسته بودن از وضعیت وحشتناک پناهنده ها و وضعیت غیر انسانی اونها صحبت میکردند. چون میگم اونها در چادر زندگی میکردند، 1 ساعتهای خاصی رو اجازه داشتن آب بنوشن، چند صد نفر در صف حمام بودن که فقط 2 دقیقه شما میتونستید دوش بگیرید. فضای زندگی پناهنده ها در کانتینرهای بزرگ آهنی بود، در چادرها بود، یعنی شما تخت خواب اونجا گذاشته بودن به صورت سربازخونه، مردان بودن فقط، و در این چادرها
کف اونجا شن بود، یعنی کف اونجا خاک بود و کلوخ بود، یعنی اصلا چیزی به نام آسفالت و اینا وجود نداشت. شما فکر کنید در یک خانه‌ای دارین زندگی میکنید که کفش کلوخه، موشه، جونوره، عقرب، ماره، این گونه بود. من خیلی نمیخوام بپردازم راجع به اینکه چرا که همچین شرایط رو برای دولت استرالیا برای این افراد به وجود آورد. علتش این میتونست باشه که با حجم بسیار گسترده‌ای از پناهنده ها وارد شدند، روبرو شدند. حالا این پناهنده ها دقیقاً چه افرادی بودند؟ ببینید ما در استرالیا یک مؤسسه یا یک دیپارتمنت داریم به نام سنترلینک. سنترلینک مزایای دولت کشور استرالیا هستش، یعنی اینکه شما ابتدایی هستش، یعنی اینکه اگر شما کار نمی کنید یا کارتون رو از دست دارید به شما حقوق بیکاری تا آخر تعلق میگیره، یعنی یک تایم خاصی اون زمان وجود نداشت و شما میتونستین پول دریافت بکنید و بسیاری از پناهنده ها هم این کار رو انجام میدادند. یا اگر بیمه دولتی میخواستید در هر حال باید شما از طریق سنترلینک اقدام میکردین، یا هلث کیر کارت هایی وجود داشت، کارت های بهداشت و سلامت و مدیکال وجود داشت که شما اونها رو میتونستین دریافت بکنین. الان هم میتونید، ولی با شرایط بسیار بسیار شاید سخت‌تر نسبت به گذشته. این موضوع دقیقاً همزمان شده بود با اینکه ایرانی ها این رو متوجه شده بودند، یعنی اینکه میدونستن که اگر با قایق به کشور استرالیا بیان خب بسیار تسهیلات زیادی رو به این افراد میدن و شرایط اصلا یک کشوری مثل بهشت، شرایط بهشت رو در حال برای این افراد و عالی رو برای این افراد در نظر میگیرن که بتونن زندگی بکنن، درس بخونن، کار بکنن، بیزینس خودشون رو راه اندازی بکنند. و این رو دولت استرالیا بعد از مدت‌ها متوجه شد، اما دیر بود. یعنی اینکه من تا اون زمان یادمه که تا اون موقع نزدیک 2000 خورده آدم وارد خاک استرالیا شده بود با پیشینه‌های وحشتناک جنایی، زندانی‌های زیادی که از زندان‌های ایران فرار کرده بودن به خاطر جرم‌های مواد، به خاطر یعنی اینا چیزایی بود که در حال وجود داره. زندانی خیلی بود، افرادی که قاچاقچی بودن خیلی در بین این افراد بود. افرادی رو ما وقتی در کمپ ها می رفتیم با صلیب سرخ باشون مواجه می شدیم، پناهنده هایی که از سر تا پاشون جای غمه، جای پر از خراش، پر از چاک و اصلا لحن و گفتارشون رو من در عمرم ندیده بودم در ایران و بسیاری از شماها مطمئنم ندیده بودید. یعنی افراد بسیار غیر سالم. من یادمه که چون ما 1 ماه یا 2 ماه میرفتیم در این جزایر میموندیم و دوباره برمیگشتیم، یه بریکی میگرفتیم و خب باید کار میکردیم در اینجا و با پناهنده ها. من با تعداد بسیار زیادی از افرادی مواجه شدم که در ایران این افراد دارنده کارت های قرمز بودن و مثلا نمیستم کارت قرمز چیه، اصلا ما نمیدونستیم. اصلا این کشور با یک پدیده‌ای روبرو شده بود که این افراد اصلا از کجا اومدن، اصلا چی هستن. افرادی که اسکیزوفرنی یا شیزوفرنی بودند و کار ما به عنوان مترجم این بود که باید با این افراد میرفتیم و اینها تزریقاتشون رو انجام میدادند و که اون کمیکالی که در حال در بدن این افراد تزریق میشد که بتونه یک بالانس رو به وجود بیاره رو انجام میدادیم. حالا چه توهین هایی که به ما میشد، چه اتفاقاتی که ما باهاش روبرو میشدیم. در کنار این داستان اون 2000 نفر آدمی که وارد استرالیا شده بودن آدم‌های بسیار عجیب غریبی بودن، مخصوصا زنها، مخصوصا خانوم‌ها.
در دادگاه‌های استرالیا بسیار بسیار زیاد زنانی اقدام می‌کردند که از خانواده 99% این افرادی که من در راجبشون صحبت می‌کنم که با قایق ایرانیایی که وارد استرالیا شدند به صورت غیرقانونی پناهنده نیستند، فقط به خاطر گرفتن پول و گرفتن مزایای دولتی وارد این کشور شدند. افرادی بودند که سابقه وحشتناک کرایم یا افراد خطرناکی بودن و هستن حتی در کشور ایران و وارد اینجا شده بودن، همون کثافتکاری ها رو میکردن. زنان این رو متوجه شده بودن که خب ما میتونیم اقدام بکنیم برای اینکه یک حکمی رو بگیریم، دریافت بکنیم به نام intervention order، یعنی حکم به منظور مداخله. قطعا شنیدین در طی این سالها که این حکم رو وقتی دریافت میکردند اجازه نداشتن همسرانشون بهشون نزدیک بشند یا جدا میکردن این افراد رو، چون دائما ما اینجا شاهد زد و خوردهای وحشتناک بودیم که اصلا پلیس دیگه از دستش در رفته بود این افراد. همین الان که من دارم با شما، یعنی موقعیت این افراد، همین الان که من دارم با شما صحبت میکنم، تعداد بسیار زیادی از ایرانی هایی که در کار قاچاق مواد مخدر در استرالیا بودن در زندان ها هستند. بسیاری از ایرانی هایی که مشکلات روحی و روانی دارن و باعث خطر در کشور استرالیا شدن و هستند در زندان ها وجود دارند و دارن زندگی می کنند و افراد بسیار بسیار خطرناکی هستند. افرادی که بسیار دستگیر شدن در این کشور، ایرانی هایی که مشروب می خوردن، پشت رول می شستند. و حالا من اگر ویدیوشو بتونم الان که دارم اینو ضبط میکنم بذارم این بالا برای شما. من یادمه که در شهر سیدنی، جایی که من الان هستم، یک سابربی وجود داره به نام پاراماتا که سابرب جالبی نبود و الان این مقدار داره بهتر میشه و اکثر پناهنده های ایرانی اونجا بودن و افغانستانی، ولی من راجع به ایرانی دارم صحبت میکنم. که من یادمه که در اون سال که سالش رو الان یادم نمیاد، یک مرد ایرانی زنش رو که فقط بهش شک داشت با قمه وسط شاپینگ سنتر، یکی از شاپینگ سنتر وستفیلد شاپینگ سنتر در منطقه پاراماتا سلاخی کرد، یعنی چاقو کرد در شکمش و همونجا واسطاد و سیگار میکشید و پلیس حتی جرأت نزدیک شدن به این فرد رو نداشت و افراد و پرونده های مشابه به این صورت. خب برگردیم به منس، برگردیم به جایی که دیگه حالا دولت استرالیا متوجه شده بود و فهمیده بود که خب ایرانی ها خطرناک هستند. این پناهنده هایی که با قایق میان بسیار بسیار خطرناک هستند برای این جامعه و این در حال کامیونیتی و بهتره که ما دیگه اینها رو نیاریم به کشور استرالیا. فقط دو صورت اتفاق می افتاد برای آوردن این افراد به کشور استرالیا. اون هم افرادی بودن که خانوم هایی که باردار می شدن و زنانی که حامله می شدن و می آوردنشون به کشور استرالیا همراه با خانواده، یا افرادی که مشکلات مدیکال داشتن، حالا احتیاج به جراحی داشتن، اونم نه به راحتی نمی آوردن چون اصلا چشم دولت نسبت به این افراد بسیار بسیار ترسیده بود. اونا رو می آوردن به اینجا. مثلا ما در سالهای بین سالهای مثلا 2011 12 اینا شاهد این بودیم که زنها چون اینو متوجه شده بودند، یعنی چقدر شما میتونید زندگی خودتون رو به خطر بندازید و نابود بکنید و یک تولدی رو به بچه‌ای بدید، شروع کردن به حامله شدن. یعنی ما میدیدیم که یهویی سیر اعظمی از خانوم ها رو می آوردن که همه حامله شده بودن، همه میخواستن زایمان بکنن و همه طلبکار. یعنی شما نمیدونین که این قشر از افراد، میگم از تهران من اصلا ندیدم، شاید مثلا خیلی قشر کمی بودند که اومده بودند، اکثرا از جنوب ایران می اومدند و اومدند از خوزستان، از اهواز، از اون خطه می اومدند و به صورت گله‌ای فله‌ای می اومدند
یعنی به چه صورت بود؟ این بود که مثلا شما با خانواده، من به ندرت دیده بودم مثلا فردی رو که مثلا مجرد از اهواز اومده یا از خوزستان اومده یا مثلا از لرستان اومده، از کردستان هم بودن افراد زیادی. اینا وارد می شدن و یادمه که بسیار آدم هایی بودن که اصلا جملات عادی برای صحبت کردن رو بلد نبودند، یعنی حالا انگلیسی که اصلا هیچی، و آدم های فحاش که من میگم یعنی وحشتناک. من یادمی که اینها رو وقتی وارد استرالیا میکردن، اولا طلبکار بودن، اولا بسیار توی کار جعل اسناد بودند و به دروغی. برگردیم اون چیزی که داشتم میگفتم، این بود که خانواده ها رو وقتی که میآوردن برای گفتگو در اداره مهاجرت، این بود که اوایل من خب داستان این افراد رو باور میکردم، ولی بعد از یک مدت متوجه شدم که مثلا این خانواده‌ای که اومده، زن، شوهر اومده همراه با بچه‌هاش، برادرای اون شوهر، خواهرای اون زن یا برادرای اون زن، پدر و مادر، پدر بزرگ و مادر بزرگ، یعنی یک چیزایی شما تو این کشور میبینید و ما باشون برخورد داشتیم که میگفتیم مثلا یه آدم در سن 70 سالگی چطور میتونه در کشوری پناهنده بشه. و اینو اداره مهاجرت متوجه شد، نه خیلی سریع ولی متوجه شد، به خاطر اینکه 95% یا 100% افرادی که در اداره مهاجرت کار میکردن و ماها مصاحبه میکردیم این افراد رو، در ایران سفر کرده بودن و این افرادی که میومدن و میگفتن که ما میخوایم تغییر دین بدیم، تغییر مذهب بدیم، یعنی مثلا میدونین که یهویی 1000 نفر میخواستن مسیحی بشن، همه داستان ها شبیه هم، یعنی واو به واو شبیه هم. حالا ساخت و پاختایی که با یه سری چرچ ها میکردن، با یک سری کلیسه ها انجام میدادن و مردم استرالیا و این دولت بسیار دولت ساده‌ای بود و قبول میکرد و باور بر این داشت که خب این آدم‌هایی هستن که در کشور خودشون نمیتونن تغییر مذهب بدن و میخوان از این طریق بگیرن. با افراد زیاد و نمیداد دیگه، یعنی بعدش رد میکرد کیس ها رو و بعدش حالا قوانین دیگه ای صادر شد که این افراد شرایط رو بی نهایت سخت کردن برای ایرانی هایی که به واقع از طریق یوئن می اومدند یا میان یا از طریق ترکیه میان و واقعا آدم های پناهنده هستند. بسیار شرایط رو برای این افراد سخت کرد. حالا من بهتون میگم چطور. افرادی میمونن، خب من خودم هم جنسگرا هستم و در حال دیگه عالم و دنیا میدونه این داستان رو. آدم‌های من باشون مواجه میشدم که به دروغ کیس پناهندگی برای هم جنسگرایی میذاشتن و من باشون صحبت میکردم، اینا داره دروغ میگه. خیلی از همکاران نانجیب بنده جوری که ترجمه رو به دروغی انجام میدادن باعث میشدن که این افراد کیس بگیرن و ما دیدیم که این آدم مثلا زن و بچه داره، بعد از اینکه و مثلا زن و بچهش اصلا نگفتن که ما زن و بچه این آدم هستی. میگم انقدر کثافت کاری در پرونده ایرانی ها وجود داره که من بخوام تا صبح بشینم صحبت بکنم تمام وقت شما رو میگیره و خیلی هم علاقه‌مند نیستم. یا افرادی بودن که میگم داستان مسیحیت، یعنی شما مثلا خیلی افراد سیاسی کمی رو میدیدید که مثلا به خاطر مسائل سیاسی وارد اینجا شدند و جونشون در خطر، مثلا 5%. دولت استرالیا اومد یک کاری را انجام داد بعد از اینکه دید که با سیر اعظمی از دروغگوهای ایرانی که کیس های دروغی رو ارائه دادند و ما خب میگفتیم که خب اینا آدمای دروغگویی هستن. من در ایران زندگی میکردم تا سن 19 سالگی 20 سالگی و بعد میدیدم که خب اینا راجع به شرایطی دارن صحبت میکنن که خب من که ایرانی هستم و در اون کشور به دنیا اومدم مثلا همچین چیزایی وجود نداره. چرا من باید بیام به این آدم کمک بکنم و مثلا یک افغانستانی وضعیتش به خطر بیفته و نتونه به راحتی اینجا اقامت بگیره. اون زمانم جنگ بود در افغانستان و آمریکایی‌ها اومده بودن
به خاطر اینکه مثلا فارسی داره صحبت میکنه. خب من هیچ وقت این کار نمیکنم و بعد بسیاری از همکاران من شروع کردن متوجه شدن که نه، این افراد دارن وضعیت خود ما ایرانی هایی که در حال با شرف هستیم و داریم با شرافت تو این کشور زندگی میکنیم، مثل خر داریم کار میکنیم، رو به خطر بندازن و همه رو به یک دید نگاه بکنند. دولت استرالیا این رو متوجه شد و دقیقاً از زمانی که اولین نخست وزیر و تنها نخست وزیر زنی که در کشور استرالیا اون موقع انتخاب شد، جولیت گیلار، اومد یه قانونی وضع کرد و گفتش که کسانی که از 19 جولای 2012 به این ور وارد کشور استرالیا، آبهای استرالیا میشن رو مستقیم ما به این جزایر میبریم و اونجا میمونن. حالا تا هر چند سالی که طول کشید وضعیتشون مشخص میشه. و بعد ایرانی‌ها متوجه شدن آها، پس راهی دیگه ندارن که وارد کشور استرالیا بشن و در اون زمان هم قایق‌هایی که می اومدن دوستان یا به صخره‌ها برخورد می‌کردن، چون قایق‌هایی که باشون ایرانی‌ها رو می‌آوردن قایق‌های ماهیگیری بود، لنج‌های ماهیگیری بود و توقع این افراد این بود که مثلا وقتی که به قاچاقبرها دارن پول میدن از توی اندونزی، اینا رو مثلا با تایتانیک بیارن به کشور استرالیا. یعنی دارم بهتون میگم توقع این افرادی خلافکار اینگونه بود، طلبکار. ایرانی‌ها کلاً آدمای طلبکاری ولی این افراد اصلا اعجوبه، این قشر از آدم‌ها بسیار اعجوبه بودن. میگم من تو عمرم ندیدم و خیلی از شما هم ندیدین. اگر هم دیدین خیلی من متاسفم که با این افراد شما برخورد داشتید. دولت استرالیا اومد گفتش که خب ما دیگه گول این دروغ‌های شما رو نمیخوریم و اونجا ویزاها رو نگه داشت. گفتش که حالا هر چند هزار نفر آدم ایرانی که وارد این کشور شدن that's okay میتونن زندگی بکنن متاسفانه. و بعد آخه اتفاقی هم که میافتاد، اینا اقامت که میگرفتن خیلی هاشون میگم انقدر کیس، همه کیسا دروغ، 99% کیسای ایرانی‌ها با قایق دروغ وارد میشدن. اینا وقتی اقامتشون رو میگرفتند و بعد پاسپورت استرالیایی دریافت میکنن، حالا مثلا بعد از چند سال اینا برمیگشتن به ایران و باز این رو دولت استرالیا متوجه شد و اینا رو در فرودگاه گرفت. یعنی اینکه خب دولت ایران هیچ وقت نمیشه شما از چه طریقی اینجا اقامتش رو به عنوان پناهنده گرفتی. شما با پاسپورت استرالیایی ایرانی وارد میشی مثل هر آدمی و وقتی میخوای خارج بشی با پاسپورت استرالیایی خارج میشی، چون این قراردادی هستش که در حال سازمان ملل با کشورهای پناهنده پذیر بسته که شما اجازه ندارید که اطلاعات این افراد رو به جمهوری اسلامی بدید، هرچند که در اون زمان من یادمی که دزدیده شد یا از دستشون در رفت که تعداد بسیاری از این کیس ها به درست، من خیلی خوشحالم، به دست جمهوری اسلامی رسید. بسیاری از این خب این تا اینجا افرادی که در کشور وارد جزیره منس می شدن و نارو، دولت استرالیا انقدر ایرانی ها رو نمیخواست و نمیخواد، مخصوصا پناهنده ها رو، که اومد بهشون از طریق یک مؤسسه‌ای در همون جزیره منس و نارو پیشنهاد پول داد. یعنی چی؟ یعنی که میگفتش که شما این چند هزار دلار رو بگیرین. من یادمه با $7,000 شروع شد و یادتون نره در ابتدای این ویدیو گفتم صحبتام، این افراد بسیار فقیر از جامعه بسیار از قشر افراد بسیار غیر تحصیل کرده خلافکار فقیر درمانده پول بودند که وارد این کشور شدند، چون همه ی هدف پول بود دیگه، پول بیان بگیرن و بدزدند از این کشور. وقتی وارد شدند، یعنی بعد از یک سال و این داستان ها، حالا دقیقا تاریخش یادم نمیاد، پیشنهاد میشد که آقا خانم خانواده، ما به ازای هر کدوم از افراد میاییم به شما پول پرداخت میکنیم برگردیم به ایران. یادمه که تعداد بسیاری این رو قبول کردن و برگشتن ایران، چون $7,000 در حال پول کمی الان نیست، اون موقع که اصلا نبود. چون با $7,000 میشه چندین میلیون و میتونستین بیزینس خودتون رو راه بندازید. میتونستین، خیلی ها برگشتن تاکسی خریدن و شروع کردن تاکسی رانی کردند در اونجا. خیلی ها بر نگشتند
و دولت استرالیا میگفتش که ما نمیاریم شما رو به این کشور. همه گفتن خب داره دروغ میگن، هم میارن، به این صورت به اون صورت هستش. من یادمه که شد این مبلغ $13,000 و این پول رو در بعد ورود در کشور ایران به این افراد میدادند. نمیدونم مؤسسه اینز بود یا یک مؤسسه، یادم نمیاد دقیقا چه مؤسسه ای بود، ولی این رو پرداخت میکرد. باز دوباره خیلیا برگشتن. دولت استرالیا خب خیلیا برگشتن. $13,000 پول بود. پول الان هم پول زیادیه برای هر آدمی، برای ایران به پول ایران که خب خیلی خیلی زیاد میشد. دولت استرالیا اومد گفتش که اصلا ما دیگه آدم ها و خانواده ها رو نمیاریم به کشور استرالیا. شما باید در اون جزایر یا اقامت بگیرین، زندگی بکنید، یا اینکه اگر کشور دیگه شما رو میپذیره شما وارد اون کشورها بشید. من یادمه که یک کشور آفریقایی بود، بعد حالا من یادم نمیاد یک کشور دیگه بود، همزمان شده بود با این داستان. خب خیلی رسانه‌ای شده بود و خب تمام دنیا در جریان بودن، همچنان قایق‌ها می اومدن، همچنان فاجعه غرق شدن این افراد در اقیانوس اتفاق می افتاد. یادمه که بسیاری از ماها شاهد غرق شدن آدم ها در چند متری خودمون بودیم و نمیتونستیم هیچ کاری بکنیم، به این علت که در حال نمیتونستیم، یعنی اصلا انقدر ناامن بود و فضای طوفانی اقیانوس بود در اینجا که لوکال ها، محلی ها میرفتن و اجساد رو میبردن بیرون. در بین این زنانی که می اومدن بسیار دختران فراری بودند، بسیار زنان خلافکار بودند، بسیار زنان تنفروش بودند و خاک بر سر جمهوری اسلامی فاسد بکنن که مردم رو به این روز انداختن و باعث شدن که دیگه از تمام زندگیشون بگذارن و وارد این کشور بشن به این نحو، به این صورت. یعنی من یادم زنان پیاده می شدن، دختران فراری 2 هفته تمام، چه بسا 3 هفته بعضی روی دریا بودن تا به استرالیا برسن. نرسیده اینا رو میکندن، شروع میکردن ماتیک زدن، آرایش کردن و ما همینجوری هاج و واج میموندیم. مگه میشه؟ مگه داریم؟ و قایق‌هایی بود که من یادمه باز خانواده ها سوار میشدن، مثلا بچه با عموش توی یه قایق بود، پدر و مادر و نوزاد تو قایق مثلا پشتی بود. قایق بچه، حالا مثلا بچه 7-8 ساله بود، یادم ایرونی، با عموش رسیده بودن، نجات پیدا کرده بودن. قایقی که پدر مادر و نوزاد مثلا در اون خانواده بود غرق شده بود و این بچه 7 ساله با عموش یا داییش در مراسم خاکسپاریشون خانوادهشون مثلا در قبرستون ها، اینجا قبرستان پارماتا، شرکت میکرد. اتفاقی که افتاد این بود که در اون سال من یادمه که قراردادی بین اون موقع اوباما رئیس جمهور آمریکا بود و قراردادی بین کشور آمریکا و کشور استرالیا برگزار شد. یعنی این دوتا کشور با هم این تعهد رو داشتن که ما میپذیریم بسیاری از این پناهنده ها رو، چون استرالیا دیگه نمیپذیره. کشور نیوزیلند هم بود ولی حالا کمتر، که طی زمانهای مختلف پرواز، یعنی هواپیماها به سمت امریکا میرفتن و پناهنده ها در اونجا رها میشدن یا زندگی میکردن، که خب بسیاری همین اتفاق براشون افتاد. و از اون به بعد دیگه کسی وارد کشور استرالیا نشد. ایرانی ها بسیار به سختی. ما هم که خب اصلا اجازه این رو نداشتیم که بخوایم بیایم راجع به اتفاقاتی که، چون خیلی هم دولت استرالیا بلا سر این پناهنده ها می آورد، تجاوزهایی که اتفاق می افتاد، خودکشی هایی که اتفاق می افتاد و ما باید اینها رو می دیدیم. من یادمی که هر موقع صلیب سرخ می اومد که ما بتونیم بریم وارد این کمپ ها بشیم، در حال ما بادیگارد داشتیم، هر کدوم از ماها فوش هایی که به ما میدادن در خود اون کمپ ها از طریق لوکال ها، این خلافکارها به خاطر اینکه شرایط رو نفهمن، بسیار هوای شرجی، مالاریا وحشتناک اونجا وجود داره، پشه های دنگی اونجا بسیار وجود داره، یا دنگی
دیگه حالا از مریضی های مختلف بگذریم، وقتی وارد می شدیم میدیم همه نشستن و دارن جوینت میزنن یا ماریوانا میکشن یا همه هاین، تا حال و هوای خودشون هم نبودن. قشر بسیار بسیار اندکی از پناهنده ها رو ما باشون روبرو می شدیم که واقعا مشکلات سیاسی داشتن، واقعا پرونده های سیاسی داشتن. یکی از اون افراد یه ژورنالیستی بود به نام بهروز بوچانی، اگر دارم اشتباه میگم یا این فامیل هستش، یک در هر حال ژورنالیست کرد بود که فکرم جز آخرین نفرهایی بود که در حال اومد بیرون و بعد به نیوزیلند پذیرفتش. این سالهایی بود که این سالها در حال از ما میپرسیدن و بعد از اینکه در حال اون جزایر رو بستند و اون اقامت ها رو دیمالیش کردن یا خراب کردن و یا از بین بردند، بسیار از این افراد در هر حال اونجا شروع کردن کاسبی کردن. آدم های موفقی هم خیلی تک و توک بودن، خیلی ها رستوران زدن و مردم در حال لوکال هم عاشق اونا شدن. خیلی ها سلمونی درست کردن، خیلی ها سلمونی باز کردن، خیلی ها میگم، یعنی من اون قشری دارم میگم که آدم های خیلی بهتری بودند از نظر شعور اجتماعی و وضعیت فرهنگی. 5% نه حتی 10% در اونجا. و خیلی هم در حال به امریکا رفتن. اون جزایر وجود دارند اما اون تحصیلات اون داستان دیگه جمع شده و دیگه اون اتفاق ها نمیفته. در زندان های استرالیا و در دادگاه های اینجا اولا دادگاه استرالیا بازه، شما حق تصویر برداری یا عکس برداری ندارید، اما اینجوری هستش که شما اگر تو خیابون هم رد بشید میتونید وارد دادگاه ها بشید و وارد بشینید اونجا و در حال دادگاه رو تماشا بکنید. بسیاری از مددکاران اجتماعی، فعالین سیاسی شروع کردن در ابتدا از حقوق پناهنده ها دفاع کردن، ولی به مرور زمان وقتی که مشکلات عدیده ای رو این افراد به وجود می آوردن، مثلا یکی از مشکلات عدیده ای که این پناهنده ها اصلا it's unbelievable، it's خارج از تصوره. ببینید چقدر یک کشور شاید میتونه ناشی باشه و چقدر میتونه اطمینان بکنه به شهرونداش، چون استرالیایی آدم‌های بسیار فرندلی هستند و آدم‌های بسیار دوست دارن همه خوب زندگی بکنن در این کشور و به مرور هی بدتر میشه دیگه. شما وقتی این تجربیات رو از طریق به اصطلاح پناهنده های دروغی باش مواجه میشید. خیلی از این افراد چی کار میکردن؟ خیلی از این افراد میومدن از بانک ها وام میگرفتند، مثلا 20 میلیون دلار، جعل اسناد و سند میکردند. من با صحبت هایی که میکنم همونجوری که گفتم میتونید سرچ بکنید و خودتون پیدا بکنید اگر مشتاق هستید. در اینترنت زیاد وجود داره. پیدا میکردن که کدوم بانک به چه صورت به اینها وام میده. ببخشید 20,000 دلار، 30,000 دلار، 40,000 دلار پول میگرفتن و میفرستادن ایران برای خانواده هاشون، یا اینجا میومدن ماشین های آخرین سیستم رو میگرفتن، در یک مجتمع های عجیب غریب زندگی میکردن، خونه های بزرگ. ولی وقتی وارد خونه ها میشدن مثلا میفهمیدی که این آدم از یک قشر بسیار بدبخت و ضعیف و بیچاره یک جامعه ایران اومده و بعد تو میشستی میدیدی که خب من این همه ساله دارم با شرافت در این کشور زندگی میکنم، دارم کار میکنم، دارم پول مالیات میدم و این داستان ها رو ندارم. و این باعث خشم من به بسیاری از شهروندهای میلیون ها شهروند استرالیایی شد و میفرستادن این پول ها رو که از بانک میگرفتن به برای خانواده‌هاشون و برمیگشتند. یعنی انقدر این اتفاق و ایرانی شما هیچ ملیت دیگه ای رو نمیشناختید و نمیشناسید، تک و توک اگر اتفاق بیفته. بسیاری از ایرانی ها در کار قاچاق شیشه بودند و هستند و مورد تعقیب بودند. الان خیلی کمتر شدن، خیلی ها در زندان هستند، خیلی از این افراد مشکلات روانی دارند و در
اینستیتیوشن های روانی بستری هستند. من بسیار یک از زندان هایی که من تو این سالها کار میکردم در ملبورن به نام ریون هال پریزن یا کرکشنال سنتر بودش که اصلا یک زندان بی نهایت با سکیوریتی بسیار بسیار بالا بود. یعنی شما رو بعد از طریق چشم اسکن میکردن که وارد بشید و بسیاری از این افراد در زندان های اینجا در قسمت سایکیاتریک یونیت، یعنی جاهایی که برای مربوط به آدم های روانی هستند، نگهداری میشند. بسیاری از این افراد در کارخونه های گوشت به صورت غیرقانونی کار میکردن، پول های هنگفتی میگرفتن و بعد در انتها چون سواد، دانش و تمام ذهنیت و زندگیشون روی خلاف میگشت و میگذره به فنا دادند. بسیاری از این افراد به کازینوها میرفتن، پولاشون از دست، یعنی من میگم پول دست میدادن، صحبت $100 $200 نه، صحبت هزاران دلار بود. چون این عقده همیشه برای این قشر از خانواده ها و این افراد وجود داشت که چرا من الان دیگه یه آدم حسابی هستم و شعاف و قراره به آدم ها نشون بدم که من خیلی موفقم در استرالیا. دروغ، هرچی شما میبینید دروغ 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 در اینستاگرام نسبت به پناهنده ها. اما یه چیزی رو من باید خاطر نشان بکنم، تعداد نه بیشماری اما تعدادی از ایرانی ها هم بودن که در ابتدا خیلی راه و روش زندگی کردن انسانی و اجتماعی رو در کشوری مثل استرالیا بلد نبودند و اینها اومدن با همت خودشون مغازه هایی رو درست کردن، مغازه هایی رو، بیزنس هایی رو انداختن، بیشترشون در داستان اغذیه فروشی یا رستوران ها یا مکانیک، کار مکانیکی رو انجام دادن و بسیار هم آدم های موفقی هستن. به مرور زمان انگلیسی هاشون خیلی بهتر شد، به مرور زمان خودشون رو قبول کردن و به توانایی هاشون بسیار بسیار زیاد واقف شدن و این کشور هم خب در هر حال شما وقتی داخلی زندگی میکنید به شما، یعنی قانون رو میرید و همراهی میکنید و ازش پیروی میکنید، بسیار به شما تحصیلات خوبی رو میده که بتونید در این کشور دوام بیایید و زندگی بکنید. چیز دیگه ای که اتفاق افتاد به علت وضعیتی که ایرانی ها به وجود آوردن و دروغ ها، اداره مهاجرت اومد 2 نوع ویزا رو صادر کرد. ویزاهای 3 ساله و یعنی قانون رو گذاشت، ویزاهای 3 ساله و ویزاهای 5 ساله. ویزاهای 3 ساله به این صورت هستش که حالا نسبت به مدارک که شما ارائه دادین به شما اقامت 3 ساله میدن که احتیاج نداره که در مثلا شهرهای اطراف زندگی بکنید، اما هر 3 سال شما باید اینترویو بشین و دوباره این کشور و این گاورمنت میکشور بکنه که شماها در هر حال پناهنده های واقعی هستید و ویزای شما رو تمدید بکنه. در غیر این صورت ویزای شما تمدید نمیشه و شما در لیست دیپورتی ها قرار میگیرید که برگردونده میشین به ایران. ویزاهای 5 من خیلی خلاصه دارم میگم، ویزاهای 5 ساله ویزاهایی هستش که شما به عنوان پناهنده قبول کردن که شما در این کشور زندگی بکنین و اعمال شما رو در طی اون 5 سال میسنجن. یعنی حالا این شامل ویزای 3 ساله هم میشه، یعنی که شما چه کار باید بکنید؟ هیچ گونه خلاف رانندگی، خلاف جنایی، خلاف مدنی، هیچ گونه تخلف اجتماعی، مدنی، فرهنگی رو در این کشور نداشته باشید و نشون بدین که شما یک شهروند درست حسابی هستید، یه شهروندی هستین که واقعا جانتان در خطر هست و به هر طریقی که شده میخواین در این کشور بمونید و کارهای درست رو انجام بدین که کامیونیتی شما رو پذیرا باشه. این افراد میرن در شهرستانهای یا روستاها یا دهاتهای اطراف شهر زندگی میکنن بدون اینکه کوچکترین تسهیلاتی رو از دولت دریافت بکنن، در راستای اینکه بتونند
در حال به دولت نشون بدن که ما آدم‌های موفقی هستیم، ما آن چیزی که ارائه دادیم رو تو شرایط سخت داریم نشون میدیم، با پول خودمون داریم کار میکنیم، یه چند ساعتی اجازه کار دارند، حالا مثلا در اون 10 ساعت 20 ساعتی ما در هفته داریم کار میکنیم، داریم با اون پس‌اندازی که داریم درس میخونیم، داریم کار میکنیم، داریم به این دولت نشون میدیم که بابا جان آن چیزی که شما فکر میکنید راجع به ما همه اون خلافکارایی که شما دیدین یا اون آدم‌هایی که جرم و جنایت کردن نیستیم. ما آدم‌هایی هستیم که میتونیم اگر بخوایم نشون بدیم که آدم‌های سالمی هستیم و میتونیم در اینجا زندگی بکنیم. این کل شاید داستانی بود که من میخواستم برای شما طی این سالها صحبت بکنم، ولی هیچ وقت این اجازه رو نداشتم، چون در هر حال نه خودم هیچ وقت دوست داشتم با تجربیات بسیار وحشتناکی که در دادگاه‌های جنایی و مدنی در کشور استرالیا دارم بخوام به پناهنده ها کمک بکنم. من یک بار به 2 پناهنده کمک کردم و فکر کردم همونجوری که گفتم هم جنسگرا هستند. من به همراه پارتنر قبلم میرفتیم براشون خرید میکردیم در ملبورن، شرایط رو یک جوری درست میکردیم، حتی ما گول خوردیم به قول معروف. در دادگاه این افراد شرکت کردیم، این 2 فرد ایرانی، و متوجه شدیم و به قاضی، در حال قاضی خب منو میشناخت و بارها من در دادگاه به خاطر کاری که میکردم میفهمید داره با کی صحبت میکنه یا کار میکنه اونجا، و من نمیخواستم در ابتدا کمک کنم. پارتنر استرالیایی من من رو پوش کرد که بیام این کار رو انجام بدم و بعد من از اون به بعد تصمیم گرفتم که به پناهنده ها تحت هیچ شرایطی دیگه کمک نکنم، چون که یک بار این کار رو کردم و طی زمانهای مختلف هم این تجربه رو داشتم، انجام دادم و در هر حال ترجیح دادم که دیگه این کار رو انجام ندم. همین آن چیزی بود که من میخواستم تا این سالها برای شما بگم و صحبت بکنم. اینجوری که شما میبینین شاید در ویدیوها که طلبکارن پناهنده ها، نه، پناهنده های 90% از پناهنده های ایرانی که وارد شدن شرایط رو برای دانشجویان، برای مسافرها، برای آدمها بسیار به خطر انداختن و بسیار سخت کردند که بتونن وارد بشن. پناهنده هایی رو من میشناسم که حالا لیستی تهیه شده که اینجا اقامت دارن، سیتیزن هستن، ولی به ایران سفر میکنند. یعنی بیشرف بودن این افراد تا این حد هستش که هم از این کشور میچاپن، هم از سیستم دولتی میچاپن و من میفهمم، ما به عنوان ایرانی که داریم با این افراد کار میکنیم میفهمیم که این کار رو دارن انجام میدن، ولی میگم لیست بلند بالایی تهیه شده چون اینا دارن رصد میشن. و مثلا این زن کردی که من میشناسم برمیگرده ایران و اونجا زمین داره، اونجا خونه داره، برای دخترش خونه خریده و ما اینا رو میدونیم. یعنی فکر میکنن که دارن دولت رو دور میزنن، ولی در حال افرادی مثل من وجود داریم که جلوی این آدم ها رو بگیریم، چون بسیار عصبانی هستیم. من بسیار عصبانی هستم وقتی که اگر الان 20 سال برادرم رو ندیدم، مادرم رو ندیدم یا خانوادم رو ندیدم، برای اومدن به این کشور باید انواع و اقسام مدارک رو ارائه بدم که اجازه ورود به عنوان توریست رو بدم. من به عنوان شهروند استرالیایی موظف هستم که این افراد رو وقتی میبینم گزارش بدم به اداره مهاجرت، چون اگر این اتفاق نیفته من هم جزو دیپورتیا قرار میگیرم. اون ایرانی هایی که به واقع پناهنده هستند و من میشناسم تعدادی از این افراد رو 10 ساله 11 ساله در این کشور دارن زندگی میکنند و هیچ گونه اقامتی رو ندارند، هیچ گونه تحصیلات دولتی رو ندارند، به خاطر پناهنده های دیگری که اومدن و به دروغی این اتفاق براشون افتاد. در هر حال این کل ماجرایی بود که دوست داشتم براتون تعریف بکنم یک بار برای همیشه و بتونم در هر حال آن چیزی که واقعیتی که در حال در این جامعه در ارتباط با پناهنده ها وجود داره رو بیان بکنم. شما دیگه هیچ مددکار اجتماعی یا فعالین
حقوق بشر رو شما در استرالیا پیدا نمی کنید که راجع به پناهنده ها بخوان رالی یا بخوان دمونستریشن یا پروتستی برقرار ایجاد بکنند که ازشون حمایت بکنند. در هر حال موفق باشید و پیروز، به امید اون روزی که هیچ پناهنده دروغی در هیچ کشوری زندگی نکنه که حق پناهنده های واقعی رو سلب بکنه و افرادی که جانشان در خطر هستند رو ممانعت براشون به وجود بیاره. من خیلی متاسفم، ولی این حقایقی بود که باید با شما در میون میذاشتم. مرسی.